بپایان با مردم نامدار و نامبرداری وطن، با مردم شریف جمهوری تاجیکستان و با مردمی که در اینجا جمع آمدن در این معرکه، در این توی دامادی و عروسی، همه شما را خوش آمدید میگوییم. نوریده تاجی سر و بگذار که همین گونه خرسندی ها در خاندان هر یک شما نصیب گردد، شما هم داماددار و کلاندار شوید. و در این معرکه در خدمت هستند استودیو گیگانت دولت مراد و استودیو رحیم پروداکشن. بار دیگر شما را هم خوش آمدید میگویم. نوریده تاجی سر و کم کم شوخی کرده گپ میزنیم. نگفتن اومد که وقتی که معلم درس نمیداره، اگه در برای تعلیم تربیت گپ میزنیم، معلم درس نمیداره، خلاصه طلبا همش دیگه ماجون میخزه. سلام بچه‌ها، همه میگه سلام. یک نفر در قفاش دیگه در گوشو نواشنیک میگه بچه امروز درسی چی بود؟ طلبا میخزه میگه که موضوع امروز معلم جان درسی تربیوی. اما در برای تعلیم و تربیت گپ میزنیم، چی با وای جاش نمیخزه؟ خزه جات گمشه. خلاصه میپره میخزه میگه معلم جان بخشش با شما را ندیدیم. او میگه که در برای تعلیم و تربیت گپ میزنی، تو چی با اونجا میشینی؟ معلم جان بخشش یا موسیقی فورم گوش داشتم، میگه که موسیقی را در بیرون گوش میکنی، جای تعلیم و تربیت. خوب در عرفت گفتگی که گاو اومد گوساله چیکار میکنه؟ میگه معلم جان را همه میدونه که خیلی میدونه. وقتی که گاو اومد گوساله چیکار میکنه؟ میگه معلم جان گاو اومد گوساله میمکش. زنده باشین، سربلند باشین. بگذار همیشه در لبانتون تبسم باشه. اینک برای صحنه میخوریم سراینده جوان امید بخش، سراینده که در خدمت ما و شما هستند، سراینده ناتکرار که همیشه از عشق و محبت راز میگوید. برای صحنه میخونیم عزیز جانی نماز